سلام بینندگان ارجمند. امروز جمعه 20 اکتبر است. من و همکارانم در تاجیکستان و پراگ شما را به دیدن نشر امروزه برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی دعوت میکنیم. حالا با موضوعهای نشر برنامه شناس شویم. دو مأمور میلیسا در ناحیه همدانی بعد علت و کوبی مرد برای برآمدن از حدی وکالت‌های خدمتی به جوابگری کشیده شدند. بیمارخانه‌های غزه با کمبود شدید سوزشواری و بی‌برقی روبرو هستند. سازمان ملل متحد میگوید مذاکره برای شروع ارسال کمک‌های بشری نهایی می‌شود. سوزنی و جامه فرنگی و آرایشات قدیمی در دوشنبه آثارخانه خصوصی هنرپیشه زنده‌یاد حبیب الله عبدالرزاقوف درهای خود را باز کرد. قریب از سالهای 70 این طرف پدرم دیگر کلکسیونشون رو جمع می‌کردن. در ناحیه همدانی دو مأمور میلیسا را بازداشت کردند. هر دو به لطوکوب و بدرفتاری با ساکن ناحیه متهم میشوند و حالا پس پنجره منتظر پایان یافتن پرونده جنایی و محاکمه در دادگاه نشستند. 3 ماه پیشتر از این در کولوب 3 مأمور میلیسا را برای دست داشتن در مرگ یک ساکن شهر به زندان محکوم کرده بودند. محمود جان رحمتزاده با جزئیات این قضیه گزارش می‌دهد. دو مأمور میلیسا را در ناحیه همدانی ولایت ختلون با گمان لطوکوبی ساکن ناحیه نور محمد عبدالرسولوف دستگیر کرده اند. حادثه ماه اوگوست امسال روی داده. بازداشت کاپیتان شمس‌الدین سعیدزاده و مایور فخرالدین حکیمزاده تقریبا یک هفته پیش صورت گرفت. بعد از آنکه به گفته منابع رادیو آزادی نتیجه تشخیص دسترس شد. دادستان منطقه کلوب به ضد آنها با اتهام برآمدن از حد وکالت‌های منصبی ماده 316 کدکس جنایی پرونده شده است. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد و بنااً تفصیلات نمیدهند. یک منبع در اداره‌های انتظامی کلوب روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفت سعیدزاده و حکیمزاده شب 18 به 19 اوگوست خواستند ماشین عبدالرسولوف را کافت و کاب کنند. با بهانه آنکه درباره در داخلش بودن مواد مخدر خبر گرفته‌اند. عبدالرسولوف مانع می شود و او را با مشت و لگد زده اند. همصحبت ما گفت شمس‌الدین سعیدزاده سردار شعبچه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ناحیه همدانی بود. ولی نور محمد عبدالرسولوف خواسته است شخصان خالص و بی‌طرف ماشین او را کافت و کاب کنند. کوشش رادیو آزادی برای یافتن نور محمد عبدالرسولوف و فهمیدن اصل قضیه از زبان او تا این دم امکان پذیر نشد. همصحبت ما در اداره‌های انتظامی کلاب گفت و چند مدت در بیمارستان خوابیده. در بیاناتش گفته است مأموران میلیسا او را در قدیرا و در بینای شعبه کارهای داخلی زده اند. نظر مأموران میلیسا و یا نزدیکان آنها به قضیه معلوم نیست. شعبه کارهای داخلی ناحیه همدانی نیز در این زمینه شرحی نداده است. در یک سال اخیر بار دوم است که مأموران میلیسا در منطقه کلوب با گمان برآمدن از حد وکالت‌های منصبی دستگیر و زندانی می‌شوند. ماه اوگوست امسال 3 مأمور ریاست کارهای داخلی را در این منطقه برای بازداشت و شکنجه عبدالقهار رازقوف که سبب مرگ او شد 14 سال به زندان محکوم کردند. سالانه ده‌ها بازداشت شده و یا نزدیکان آنها از شکنجه شکایت می‌کنند. فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه‌های اساسی برای پیشگیری شکنجه به ضرورت رعایت قانون برای بازداشت شدگان، تهیه سریع‌وقتی سندهای آنها، معاینه طبی و تشخیص دقیق طبی در صورت شکایت از سلامتی اشاره می‌کنند. به جز این گفته می‌شود اقرار گناه زیر شکنجه نباید دلیل دانسته شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. اداره هماهنگساز کمک‌های بشری سازمان ملل متحد امروز گفت که با تمام جانب‌های درگیری بین اسرائیل و حماس در مکالمه است تا که عملیات امداد به منطقه غزه را هرچه زودتر آغاز کنند. ینس لایر که رهبر این نهاد گفت مذاکره ها به خاطر هرچه زودتر و با راه درست به راه ماندن عملیات کمک به مردم منطقه ادامه دارد. عین زمان طور همکارم میرزانبی خالقزاد در گزارش میگوید وضع بیمارخانه‌های غزه اسفبار باقی میماند. در پاسخ به حمله حماس به اسرائیل در صبح 7 اکتبر اسرائیل بی تنفس به بمباران نمودن غزه ادامه میدهد. توماسا دل لونگا سخنگوی فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیبی سرخ و هلال احمر گفت وضع در غزه فلاکت‌بار است. گروه های ما در غزه از دارو، مواد و سوزشواری کمبود دارند.
هلال احمر فلسطین دو بیمارستان را اداره می‌کند، یکی در شهر غزه و دیگری در خان یونس، یکی در شمال و دیگری در جنوب و در هر دو حالت نیروی برق را از گنراتورها می‌گیرند، یعنی به سوزشواری برق نیست. آنها به ما گفتند که مواد سوخت برای یک روز دیگر به زور می‌رسد. حالا بعضی از قسمت‌های بیمارستان‌ها الکی بی برق ماندند، زیرا سوزشواری برای گنراتورهای شبه‌های احیاگری و اینکوباتورهای کودکان استفاده می‌شوند. از آغاز عملیات جنگی بیش از 400,000 فلسطینی مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند. اسرائیل گذرگاه ارز در بین نوار غزه و اسرائیل را به مدت نامعین بسته است. مردم در یک حالت ناامیدی قرار دارند. از بیمارخانه هلال احمر فلسطین در شهر غزه 3 مرتبه طلب کرده شد که بیمارخانه را ترک کنند، ولی آنها گفتند که برای بیرون برآوردن بیمارانشان یگان واسطه و شرایط و راه ندارند. از این رو آنها تصمیم گرفتند که با بیماران خود بمانند. هزاران پناهجو به مرز غزه و مصر آمدند و این باعث شد که قاهره تدابیر امنیتی را شدیدتر نماید. به نوشته روزنامه یروشلیم پست، مصر تا کنون از باز کردن گذرگاه‌ها برای پناهندگان از غزه خودداری می‌کند. اسرائیل همراه با امریکا از مصر خواست که یکم به ورود همه فلسطینیان و دوم به خروج شهروندان خارجی و از کشورهای سوم اجازت بدهد. در مسئله دوم مصر گفت که ما میتوانیم شهروندان خارجی را رها کنیم تا دمی که حجت گذاری از جانب اسرائیل و فلسطین به اتمام رسد. اما این کار را در صورتی میکنیم که اگر به کمک بشردوستانه اجازت داده شود. نگرانی مصر از آن است که اگر این آدمان از نوار غزه رانده شوند به آنها دیگر هیچگاه اجازه نمیدهند که دوباره وارد گردند. در همین حال آژانسی کمک و کار با پناهندگان فلسطینی سازمان ملل در خاورمیانه میگوید بیش از 1 میلیون ساکن غزه به سوی مرز به مصر حرکت دارند. نگرانی ها از طول کشیدن خشونت ها در خاورمیانه یکی از مسائل مورد نگرانی جدی در صحنه بین المللی می باشد. در یک صحبت اختصاصی با پروفسور دانشگاه لیدن نیدرلند تورج اتابکی، همکارم شهلای گلخوجه از او پرسید تا کجا خطر گسترش جنگ در خاورمیانه به نظر او جدی می باشد؟ دانشمند بزرگ فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست. همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشتهمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمی‌کرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمی‌کرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه. خب حالا اگر نگاه بیاندازیم به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن، چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افراطگرایی و وارد شدنی جنگجویان رادیکال از افغانستان به قلمروش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون خطرات هست یا نیست؟ ببینید، اجازه بگید من یک نکته‌ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه
یک ضرب المثل اروپایی داریم میگه، انگلیسی داریم میگه، همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا استفاده میکنن که باجخواهی کنند از همسایه ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش‌های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدیه برای امنیت تاجیکستان. هم حتی ما درباره اویغورها همین رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باجخواهی بکنه. تشکر. پروفسور دانشگاه لیدن نیدرلند توراج عطابکی مهمان دفتر آزادی در پراگ بود و شکل پررأی این صحبت روزهای نزدیک در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. سوزنی و جامعه فرنگی های قدیمی و آرایشات زنانه ملی عکس‌ونگاره ها بخشی از آثارخانه خصوصی هنرپیشه معروف تاجیک زنده‌یاد حبیب الله عبدالرزاقف را تشکیل دادند. در دوشنبه با تلاش همسر و فرزندان همچنان نامدار این هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک مراسم افتتاح آثارخانه خصوصی برگزار شد. اولین مهمان‌های آن هم کارمندان کینو و تئاتری وطنی و خارجی بودند و همکار ما امیر سویف هم از آنجا برای ما گزارش تهیه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. در استانه زادروز حبیب الله عبدالرزاقف آثارخانه این هنرمند معروف تاجیک افتتاح شد. گفتم بیا همین یک موزه کشیم. نیوره چیوره موند بیند باباش کی بود، کی آنیش چی بودن، چی مون یک تا جمع شد. همین چیزی ملی خودمونه نیوره ایوره بینن، ملی خودمونه چیزمونه گم نشود گفتم شدیم. حبیب الله عبدالرزاقف تمام اشیای در آثارخانه به نمایش گذاشته را طول عمر خود جمع‌آوری کرده است. قریب از سالهای 70 این طرف پدرم دیگر کلکسشون رو جمع می‌کردن. اینجا بعضی چیزها از بیبی هم مانده است، یعنی که از مادرشان. یک دو گوشوار و گردنبندهای عمام هم هستند. بله، خواهرشان و دو خواهرشان. فقط از سوزنی هاشون اگر که مانیم، اگر یک موزه دیگر ساختن می‌کنیم. برای قریب شاید که 300 سوزنی داشته باشم پدرم. این حال با نظر و میگوید در هیچ کشور آسیای مرکزی همین گونه آثارخانه هنرمند تئاتر و سینما را ندیده است. شخصیتی که او نه اینکه در خود تاجیکستان همچون یک صنعتکاری به همتا بود و تمام مثلا حتی در فیلم های ما میدونیم که SSR پیشینه فیلم های مثلا هم قزاقستان هم قرقیزستان بسیار رول های عجایب را بازیده بود. حبیب الله عبدالرزاقف 7 نوامبر سال 1937 در شهر کولاب تولد شده در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت. تنها در سینما تقریبا 100 نقش آفریده است. و بینندگان عزیز، در همینجا برنامه به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو همیشه میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و تلگرام و یوتیوب و ادنکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما نیز شاهد حادثه شدید، لطفاً با ما تماس بگیرید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان.